جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای حربی گارنیزون خاروق را پروکورور حربی گارنیزون خاروق پادپولковник عدلیه طاهرزاده شهباز سفر آغاز نموده وابسته به تحلیل و جنبست حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به استعفا دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و در خصوص دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999-2002 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی، معاون پروکورور حربی گارنیزون خاروق پادپولковник عدلیه محمد وفایف معروضه نمود. قید گردید که دعوت شهروندان به صف قوه‌های مسلح معرکه مهم سیاسی بوده همساله دو مراتبه در فصل تیر ماه و بهار گذرانیده می شود. جهتی در سطح بلند گذرانیدن این معرکه از جانب پروکوراتور حربی در همبستگی با دیگر مقامات دخلدار میان اهالی کارهای فهماندهی گذرانیده شدند. تاکید گردید که معرکه دعوت تیر ماهی سال 2020 در سطح معتدل گذرانیده شده طبق نقشه تصدیق گردیده جوانان به خدمت حربی فرستاده شدند. مطابق طلبات از تشخیص نگذاشتن جوانان سن دعوتی در ناحیه‌های ولایت بر اثر نداشتن تکنیکای طبی یکی از مشکلات معرکه دعوت عنوان گردید. در رفت جلسه اینچنین دایر به از قید ابتدایی گذرانیدن شهروندان سالهای تولد 2005 در کمیسیه‌های دعوتی راههای از بین بردن کمبودی‌های جای داشته ابراز عقیده کرده شده سمت‌های فعالیت منبعه شورا معین کرده شدند. کارهای بنیادی در انشاءات برای خواجگی شهر خاروق نهایت مهم بنای مؤسسه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی شهر خاروق سال 2020 آغاز گردیده بر اثر خنکی‌های زمستان ماه دکامبر پیشبرد کارها موقتا موقوف گذاشته شد. با فراهم آمدن شرایط کارهای ساختمانی از جانب جمعیت شکل کشاده برادران 2020 از اولهای ماه مارس آغاز گردیده امروزها در اینجا 10 نفر بناکاران با بتون ریزی و خشتچینی مشغول می باشند. کارهای بنیادی در بنای معماری نیز مطابق نقشه پیش بینی شده جریان گرفته امروزها ساختمانچیان با بتون ریزی و بامپوش آشیانه دوم آمادگی دیده ایستادند. مسائل ساختمانی از قبیل آهن و سمنت و خشت از شهر دوشنبه وارد میدانچه ساختمانی گردانده شده برای مطابق نقشه پیش بردن کارهای بنیادی مساعدت میکند. در بنای دیگر برای نگهداری نقلیات مخصوص خواجگی منزلی کمونالی نیز کارها با مرام پیش برده شده. در آشیانه دوم کارهای خشتچینی در میمانخانه، آشخانه و جای دمگیری کارمندان اینچنین حمام صورت دارند. اینچنین دیگر در اینجا نقطه سوزشواری برای نقلیات خواجگی منزلی کمونالی بنیاد می‌گردد. مطابق اطلاعات سردار ساختمان رحمت الله افضلов حدود 65% کارهای بنیادی در بناهای خواجگی به اجرا رسانده شده. نیت است که ماه می کارمندان مؤسسه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی شهر خاروق جهت فعالیت منبعه به اداره نو می‌کوشند. با فراهم آورده شدن چنین شرایط برای کارمندان خواجگی منزلی کمونالی شهر باید صفت و مسئولیت آنها نیز دوچند گردد زیرا وضع واقعی تازگی مرکزی ولایت از فعالیت این کارخانه وابستگی مستقیم دارد. بیماری سرطان یکی از سبب‌های اساسی مرگ آدمان در سراسر دنیا به شمار رفته. طبیبان و عالمان کوشش بر آن روانه نموده ایستادند که اصول‌های مبارزه با این بیماری را باز هم بهتر و خوبتر به راه مانده هرچه زودتر بر ضد سرطان واکسینه را پیدا نمایند. در جمهوری تاجیکستان هم علیه این بیماری تدبیرهای لازمی اندیشیده شده. با اشتراک کارمندان حفظ الصحت همایش مشورت‌ها دایر گردیده ایستادند. این نوبت در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق کنفرانس علمی عملی دایر گردیده. در آن نه تنها طبیبان ولایت بلکه دکتران دیگر منطقه‌های جمهوری توسط آنلاین فکر و عقیده‌های خود را بیان نمودند. در رفت کنفرانس عاید بیماری‌های سیرویاتی که بواسطه به عضوهای بدن انسان تاثیر منفی خود را می‌گذارند از جانب متخصصان ساحه طب معلومات منظور گردانیده شده. وابسته به بیماری سرطان قید کرده شد که در جمهوری تاجیکستان سرطان سینه و گردنک بچه‌دان بیشتر در زنان مشاهده شده. صرف نظر از پیشرفت‌ها در ساحه علم و سلامتی بیماری افزایش یافته ایستاده است. مرکز سرطان شناسی ولایت
با دستگیری ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و همچنین انجمن بخش تندرستی کنسولی ملی کنفرانس علمی عملی را در موضوع مسائل مهم سرطان شناسی را روی کار آورد. با نظر داشته قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 دکامبر سال 2012 تحت رقم 676 دورنمای پیشگیری و نظارت بیماری‌های غیر سرایتی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2023 کنفرانس امروزه مسائل مبرم روز یعنی تشخیص برمحل بیماری سرطان را در بر میگیرد. برای همین در کنفرانس امروز طبیبان طب اولیوی، طبیبان مرکزهای سلامتی شهرها، شهر خوروغ، دوحیه روشون، روشقلا نشونون تکلیف شدند که محض در دریافت بیماری‌های سرطان، یعنی دریافت پیشین بیماری‌های سرطان نقش مهمی بازند و مقصد از برگزار نمودن این کنفرانس هم این رشد ساحه طب یعنی بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی سرطانی به اهالی ولایت میباشد. در جریان کنفرانس وابسته به طرز طبابت بیماری و نمودهای آن سخن رفته ذکر شد که سر وقت مراجعت نمودن به متخصصان عامل بزرگی است در پیشگیری خروج بیماری، زیرا در مرحله سبک طبابت آسان بوده خروج من بعده آن پیشگیری کرده می شود. کارمندان ساحه حفظ الصحت در نوبت خود عاید بیماری بر محل سرطان فکر و عقیده ها را بیان نموده بهر بهتر گردانیدن صفت طبابت بیماری سرطان پیشنهادات را منظور نمودند. бинои коллеҷи тиббии шаҳри хоруғ дорои 5 ошёна буда он бо тарҳи муосир барои тадриси донишҷӯён ки ояндаи фаъолияти соҳаи тандурустиро ба зимма мегиранд ба истифода дода шудааст. дар ин ҷо донишҷӯён аз ҳамаи минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурӣ таҳсил намуда аксарияташон тариқи квотаи президентӣ, маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва гирифтани ихтисосҳои дуввум бо имтиёзҳои пешбинишуда дохил гардиданд. синфхонаҳо, утоқҳои корӣ, лаборатория, синфи компютерӣ, ошхонаву хобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёни минтақаҳои дурдасти кишвар ва вилоят бо шароити хуби таҳсил ва фароғат ба истифодаи донишҷӯён дода шуданд. من به کالج طبی شهر خاروغ طریق مرکز ملی تستی داخل شدم و طول 1 سال است که تحصیل علم نمایم. مقصد از داخل شدن به کالج رونق و رواج دادن دانش و یاری اولا رساندن به بیماران می باشد، زیرا که نقش همشیره طبی در زمان حاضر در زندگی هر یک فرد رول خیلی مهم را می بازد. مثال دکتران ما در دوره کووید 19 به بیماری نگاه نکرده شب و روز در خدمت مردم و خلق بودند. از مهنت شبانه روزی دکتران ما و دانشجویان به خلاصه آمدیم که سعی و کوشش زیاد نماییم که بهترین دانشجو و کارمند طب شویم. ҳамасола тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон довталабон имконияти дохил шудан ба коллеҷҳо, донишгоҳу донишкадаҳои кишварро пайдо намуда коллеҷи тиббии шаҳри хоруғ бошад дар кластери панҷуми имтиҳонҳои марказонидашуда қарор дорад. ختمکردگان کالج طبی در ساختارهای تندرستی کار و فعالیت کرده ایستادند. همساله کالج طبی طبق مرکز ملی تستی دانشجویان را از روی 3 اختصاص کار همشیرگی، کار فرماسیتی و کار مامادایگی قبول کرده ایستاده است. ساختار کالج طبی شهر خاروغ از 2 کافدرا، 1 کتابخانه الکترونی، 6 آزمایشگاه، 6 بنگاه تجربه آموزی عبارت می باشد. дар коллеҷи тиббии шаҳри хоруғ беҳтарин мутахассисони соҳаи ҳифзулсиҳат барои донишҷӯён дарс гуфта бо истифода аз техникаи зарурии тиббӣ корҳои амалиро низ анҷом медиҳанд. донишҷӯён низ дар навбати худ талош бар он меварзанд ки дар оянда ҳамчун беҳтарин мутахассиси соҳаи тиб барои халқу ватани худ хизмат намоянд. از خردی دردی آرزو داشتم که همشیره شوم. من مینداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما جوانان را همه طرف دستگیری نموده برای ما همه شرایط ها را مهیا ساخته است. من وعده میدهم که کالج طبی را با بهای خوب و اعلی و رفتار و نمونوی ختم نموده برای خلق و وطن خیش از صمیم دل خدمت نمایم. من سالی پیش توسط مرکز تستی به اینجا داخل شدم و از سپاریدنم پشیمون نیستم و با پیشوای ملت منتداری خود رو بیان میکنم که با ما چنین کالج زیبا و با این شرایط هایشون یعنی پیشکش کرده است.
бо мурури замон соҳаи ҳифзу сиҳат пешрафта баҳри аз худ намудани донишҳои замон аз донишҷӯён талаботи баробар ба имрӯзаи ҳифзу сиҳат талаб карда мешавад. аз ин лиҳоз донишҷӯён ва омӯзгорони коллеҷи мазкур бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар дохили худи бино истифода менамоянд. масъулини ин коллеҷи тиббӣ ният доранд то дар оянда баҳри фарогирии донишҷӯён шароитҳои боз ҳам беҳтарро муҳайё намуда дастпарварони онҳо дар табобатхонаҳову марказҳои саломатӣ бунгоҳҳои тиббӣ дар таъмини сиҳатии мардум саҳми арзишманд гузоранд. боиси мамнунӣ ва шодкомии аҳли омезгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ба номи қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемурови нояшонон аст, ки яке аз дастпарварони ин мактаби овозадор Анис Тоҳиров дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани биология сазовори ҷойи аввал гардид ва бо медали тилло ба зодгоҳаш баргашт. намояндагони шӯъбаи маорифи нояшонон, омезгорон ва хонандагони ин боргоҳи илму маърифат субҳи содиқ Анисро дар сайни муассиса бо дилгармиву хушҳолӣ истиқбол намуданд. رضا کبیرов سرمتخصص شعبه معارف نویه شغنان کلی معارفچیان نویه را به افتخار سزاوار شدن این طالب علم به مدال طلا تبریک نموده قید داشت که اشغال نمودن جای اول در المپیادای جمهوریوی نه تنها افتخار برای مکتب نویه است بلکه باعث سربلندی معارف ولایت می باشد. انویشان قدمов معاون دیرکتور مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد معارف نویه شغنان ابراز نمود که افتخار داریم که میان 498 نفر خوانندگان از شهر و نواحی مملکت Анис Тоҳиров тавонист сазовори ҷои аввал гардад. албатта пирӯзии Анис пирӯзии тамоми омӯзгорони мактаб мебошад ки тавонистанд чунин хонандаро таълиму тадрис дар сатҳи талаботи замон ба роҳ монанд. умуман аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 5 нафар хонандагон сазовори ҷои аввалу намоён гардида 2 нафарашон сокинони ноҳияи Шоғно мебошанд. хушбахтона дар ин олимпиада хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 барои برنامه قهرمان شیرینشاه شوتیمور طاهرов انیسجان از فن بیولوژی سزاوار جای یکم و خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 نفسبک و سعیده سزاوار جای سوم گردیدند. با ما معلوم است که انیسجان در 3 سال اخیر از المپیاد جمهوریوی در 2 سال سزاوار جای دوم گردید از فن بیولوژی این سال خوشبختانه سزاوار جای یکم گردید و باید قید کرد که در بین 498 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری که در این المپیاد اشتراک نمودند انیس جان از همه خالهای بلند گرفت و من از نام خودم از نام شعبه معارف نویه تمام یعنی مردم ولایت را با این پیروزی مبارکباد میگویم. مادر انیس از پیروزی فرزندش خوشحال بوده ابراز نمود که در تعلیم و تدریس فرزندان سهم آموزگاران بغایت بزرگ است. محض مهنت ایشان بود که فرزندم امساله در المپیادهای جمهوریوی سزاوار جایهای اول و دوم میگردد. من همچون مادر امروز از آن فخر دارم که فرزندم در المپیاد جمهوریوی از فن بیولوژی سزاوار جای اول گردید. من سراول مناداری خود را به آموزگاران مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 12 به نام شیرینشاه شوتیمور خصوصا به معلمه زرداد خانوه و چنین زحمت‌ها را کشید مناداری خود را اظهار می‌نمایم. دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 12 نویه شغنان پروینگل الچیبکова با تفاخر و سرفرازی به پایان اظهار نمود که نسل امروزه ما دوام دهنده کارنمایی ابرمردانی میباشد که مؤسسه مذکور را ختم نموده شهرتیار هستند. ذکر نمود که انیس پیوسته به مطالعه کتاب مشغول بوده. اطمینان است که در آینده کارنمایی پدران و بابایان را در جاده علم آموزی ادامه ببخشد. انیس طاهرov بیان داشت که المپیاد به طور شفاف صورت گرفته برای هر یک خواننده خواندن و انداختن دانش والاترین غالبیت محسوب می‌یابد. المپیاد خیلی با شفافیت بلند گذرانیده شده است و من یگان کمبودی در گذرانیدن چنین المپیاد ندیده بودم. فقط با خواندن، فقط با محنت و زحمت معلمان و پدرانمان و کارمندان مرکز رشد با استعداد فقط با محنت آنها توانست سزاوار جای اول کردم. نقشه دارم باز طبق کوت پرزیدنتی طبق اگزامین آنها به دست گرفتم. من بعد باز انگام خط کردن صنف 11
برای امتحان برای مدال طلا سپردم. وی گفت که در چنین موفقیت‌ها مرا پیوسته والدان و معلمم حبیبه زردادخانووا دستگیری می‌کنند. طاهر فنیس یکی از بهترین خواننده مؤسسه ما به حساب می‌رود. در طول 4 سال قطعی همین خواننده که من کار کرده ایستادم یگان تنقصی نکشیدم، چون که وی خودش جستجو می‌کند، ایجاد می‌کند، مطالعه می‌نماید. در کارهای جمعیتی وی خیلی فعال است. از نام شعبه معارف نویه شغنان به غالب آزمون افتخارنامه و از طرف مأموریت مکتب مکافات‌ها در فضای تنتنوی سپرده شدند.